سلام دوستان، وقتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاحمون رو بخونیم، مثالش هم کامل تجزیه و تحلیل کنیم. هشدار دادن، هشدار دادن. uyarmak, هشدار دادن. Ben seni çoktan uyarmıştım. Benim ailemden uzak duracaksın. Ben به معنای من، sen به معنای تو، seni تو را، çok به معنای زیاد، تام پسونده از، uyarmak به معنای هشدار دادن. میگه uyarmıştım، تو پسوند گذشته، م پسوند فاعلی خاص برای شخص ben. خب گفته بنیم یعنی مال من، ailemden از خانواده من، آیله به معنای خانواده، دن پسوند از، uzak به معنای دور، duracaksın durmak به معنای ایستادن. میگه حالا ben seni çoktan uyarmıştım, benim ailemden uzak duracaksın. من بهت خیلی وقت پیش هشدار داده بودم از خانواده من دور بمونی یا دور میمونی.